عذرخواهی میکنم به خاطر مشکل فنی که به وجود اومد ازتون. بینندگان محترم، بازی شروع شده، تماشا میکنید. من انقدر گرم صحبت با آقای قاجرنیای عزیز شدم دیگه فراموش کردم که برم سراغ ترکیب رسمی هر دو تا تیم رو با هم دیگه هم من تماشاش بکنم، هم بگم خدمت شما که بهنام میتونه بهش اشاره بکنه. به دنبال روزنه برای نفوذ به سمت دروازه استقلال هستن. حالا موقعیت هست اونجا، یه بار دیگه طراحی حمله میشه توسط بازیکنان مثل شهر بابک. فرصت برای ارسال روی دروازه هست، از سمت راست ارسال میشه، خطرناک از مقابل همه توپ رد میشه و در نهایت نمیتونه روی اون اثر بذاره امیر روستایی. اسماعیل قلیزاده یکی از کشف‌های بزرگ استقلالیا تو فصل گذشته. علیرضا کوشکی رو پای راست، حرکت درون محوطه، فرصت است واسه استقلال. قویدل پاس رو به بیرون، حالا سرخیزان کماکان موقعیت داره، حالا شوتش رو زد. تو دو مرحله محمد رضا قویدل عالی توپو جمع کرد. حالا رو پای راستشه، میتونه توپو بفرسته، همین کار رو هم انجام داد. ضربه سری که زده شد، حالا شوت راه دور که توپو راحت جمع کرد، بازی رو باز کرد. اسماعیل قلیزاده، سامان فلاح، صالح هردانی موقعیت داره واسه ارسال توپ، همین کار رو هم انجام داد. تیر دو موقعیت هست برای استقلال، ضربه سری که از کنار دروازه به بیرون رفت. حسین گودرزی میتونست یه شروع عالی باشه واسه او و استقلال تو این فصل. اشتباه از زبیر نیک نفس، فرصت است برای استقلالیا. یاسر آسانی توپو در اختیار داره، گوشه محوطه جریمه، سر توپش یاسر آسانی، توپش به تیر دروازه برخورد کرد، موقعیت برای استقلال. ضربه ای که ناباورانه به بیرون رفت. علیرضا کوشکی چه هرسی میخوره سعید سرخیزان، میگه یاسر آسانی باید بهش پاس میداده. شوت یاسر آسانی به تیر بالای دروازه برخورد کرد. بازی بدی نبود واسه نیمه اول. سعید سرخیزان یکی از آخرین فرصت‌های استقلال، یه اشتباه قویدل، حالا این ضربه توی دروازه، گل واسه استقلالیا. سعید سحرخیزان شروع ماجراهای آبی ها تو این فصل با گل. چه اشتباهی کرد این چهره قویدل و چه ضربه دقیقی زد سعید سحرخیزان. سکوهای آبی رفت رو هوا با پرچمایی که تو دستاشونه و خوشحالی بازیکن‌ها و قاب دو نفره یاسر آسانی و سعید سحرخیزان. استقلالی ها چه استفاده میبرن؟ یاسر آسانی، ضربه ای که خطرناک به بیرون رفت، هرچند پرچم بالاست. حالا که مجتبی هاشمی نسب به بازی اومده، نزدیک میشه به امیر روستایی مهاجمشون. حالا یه توپگیری، فرصت است برای استقلال، فعلا خبری از آفساید نیست، تک به تک سرخیزان، این ضربه توی دروازه، 2-0 واسه استقلال. حالا استقلالی هم دو گله دارن. سعید سرخیزان، چه کیفی میکنن هوادارای استقلال تو ورزشگاه، یه فرار عالی پشت مدافعان و توپی که رفت و تو دروازه مثل شهر بابک قرار گرفت. داور سود زد، باز هم ترهانی این بار بهتر ضربه رو زد که از کنار دروازه به شکلی خطرناک به بیرون رفت. یه اشتباه دیگه، اسلامی فرصت داره حتی برای شوت زدن، حالا کار یه مقدار سخت شد، حرکت در عرضش و خطای اول رو میگیرن روی اسلامی. سریع بازی رو به جریان انداخت صالح هردانی و حالا فرصت اینور هست برای استقلال واسه ضد حمله زدن. یاسر آسانی، کم تعدادن مدافعان مثل شهر بابک. یاسر آسانی، اسلامی حالا ضربه رو زد. 3-0 واسه استقلال، یه برد قاطعانه. انگار صدامو شنید محمد حسین اسلامی. میتونه یه شروع خوب باشه براش تو این فصل از رقابت‌های لیگ برتر.
ضربه بلندش میسابون آزادی. صالح هردانی حتی فرصت است واسه زدن گل چهارم. اسلامی نه، اسماعیل قلی زاده. خبری هم از آفساید نیست. برد 4 گله استقلال. لب خط و نیمکت استقلال رو فقط ببینید. بیشتر از همه داره کیف میکنه. بیژن طاهری سوت پایان رو به صدا در آورد. موعود بنیادی فر